اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، مثل پیشتره دوام میدیم از سوره های کوتاه که امروز رسیدیم به سوره اخلاص و به سوره با همراه سوره اخلاص میگیریم این چنین سوره مسد را، یا که در جای ما میگن تبت را، سوره تبت را میگیریم. در یادتون باشد در درس کودکان سوره های مائده رو یک بار ما گفته گذاشته بودیم، ولی به هر حال درس کودکانه است و برای بزرگا باز دیگر هست. درباره سوره اخلاص خواهران عزیز، خیلی که در سبب نزولش در مسند امام احمد آمدگی هست. نفر از مشرکان به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم می آید و می گوید ای محمد، تو به ما اللهت را شناسان، یا که خدایت را شناسان که خدای تو چگونه هست. یعنی ما مثلا بت‌هایمون این گونه هست، بت‌های آنها رو که دیده میشد قپیده میشد داره، یا اینکه در روایت دیگر آمده است که خدای یهودها، خدای نصرانی ها که آنهایی که میگویند عیسی خدا هست، خدای بود در روی زمین، نعوذ بالله، این یکی از گروه های نصرانی همین گونه عقیده دارند. یا گفتیم خدای آفتاب پرستا، معلوم است خدای تو چگونه است. این سوره نازل می شود که چی است؟ قل هو الله احد، الله من یگانه است، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و در این سوره یعنی اساساً صفت های پروردگار جایگیر است. الله خودش را در این سوره شناس می کند که ای پیامبر، تو به آنها بگو که الله احد است، تنها است. شما خدایان شما یک دانه، یک چند کس را شما پرستش میکنید، یک چند بت را، یا اینکه مسیحی یا مثلا هم مریم را، هم جبرائیل را، بعضیشان هم عیسی را، هم باز میگن در بالا پدر هم هست، یک چند خدا دارن. اما الله چی میگه؟ قل هو الله احد، الله من بگو یگانه است. و الله الصمد، الله من صمد هست. معنای صمد در تفسیر یک چند معنا که آمدگی است. از مشهورترین معناهایش این است که مردم با نیازهایشان به پروردگار برمیگردند، یعنی نیازهایشان را مردم به پروردگار میبرند، از پروردگار طلب میکنند که نیازهایشان برداشته شود، اما الله بی نیاز است. یعنی پروردگار چه است؟ ذاتی هست که نیازهای بنده هایش را برآورده میکند، اما خود به کسی نیاز ندارد. الله الصمد از مشهورترین نامش همین است، یعنی معنایش همین است. یکی از معنای دیگرش این است که پروردگار سید، یا گفتیم خواجه یا سرداری تمام بنده هایش هست که همه به او نیاز دارند و او به کسی نیاز ندارد. لم یلد و لم یولد، و پروردگار یعنی الله از کسی زاده هم نشده است، پدر و مادر ندارد. این برای او مستحیل و عیب و نقصان است که پروردگار از کسی تولد شده باشد. و این چنین خیلی که شما ادعا دارید فرزند هم ندارد که میگویند عیسی چه از پسر خدا هست. و لم یکن له کفوا احد، و در ذات الله، در قدرت های الله، در صفت های الله کسی به او برابر نیست. و همینجا خواهران عزیز اگر ببینیم احد، صمد، دو صفتی که خصوصا کلمه صمد یعنی برآورنده نیاز مخلوقات اما خود به کسی نیاز نداشتن، یگانه همین کلمه صمد در همین سوره جایگیر است در قرآن کریم، در سوره قل هو الله احد. برای همین هر حدیثی که در فضیلت سوره اخلاص آمده است که تقریبا همه از آن با خبر هستیم. حدیث در بخاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که یعنی سوره اخلاص را بخواند گویا که 3/1 قرآن را خوانده است، 10 بار قرآن را خوانده است. و گویا که شما 3 بار خواندید گویا که یک ختم حساب می شود. یعنی از همین حدیث معنا گیریم اکثریت علما میگن برای اون که صفتهای الله در این قرآن و ذات الله در این سوره کلا بیان شده است که در دیگر سوره ها این گونه بیان نشده است.
الله تنهاست و بی‌نیاز است و همه شما به او نیاز دارید. هیچ کس مثل او نیست و نه او فرزندی دارد و نه پدر و مادر دارد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ والذی نفسی بیدی انها لتعدل ثلث القرآن. قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، این سوره جای 3/1 قرآن را میگیرد. یعنی شما اگر بخوانید انشاءالله ثواب آن را میگیرید. البته اصلا برابر نیست کسی که 10 پاره قرآن خواند و فقط سوره قل هو الله احد خواند. به هر حال پیامبر که صلی الله علیه و سلم این حدیث را گفتن انشاءالله ثوابش را میگیرد. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آیا شما میتوانید در یک شب 3/1 قرآن را بخوانید، یعنی 10 جز قرآن بخوانید؟ این برای صحابه ها وقت مشقت میشود. پیامبر میگویند همین سوره اخلاص است، یعنی سوره اخلاص را شما بخوانید گویا که 3/1 قرآن را خوانده اید. و این چنین خواهران عزیز بعضی صحابه های بودند که مثلا مردی رو، ابو سعید خدری میگن من مردی رو شنیدم که فقط همین سوره رو گفتن میگرفت. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. البته با معنایش رو دانستن، فقط به دهان آوردن و معنی رو نفهمیدن همین رو گفتن میگرفت. و من به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم و گفتم که این مرد همیشه این سوره رو میگوید، یعنی ویردش است، فقط گفته میگردد. بعد از این آن مرد به پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی میگوید که من الله رو دوست میدارم و این رو میگویم، پیامبر میگویند الله هم تو رو دوست میدارد. یعنی به خاطر اینکه من به الله محبت زیاد دارم، میخواهم این صفت های الله رو در دهانم یا در زبانم همیشه همچون ویرد بگویم میگوید. پیامبر میگویند پس الله هم تو رو دوست میدارد. یعنی به آن مرد گویا یک بشارت میدهند که از روی محبتت که این سوره رو میخوانی الله هم تو رو دوست میدارد. و مردی صحابی دیگری بود خواهران عزیز که همیشه در هر رکعت یک مثلا بعد از سوره فاتحه یگان سوره میخوان، بعد از آن این رو میخوان، سوره قل هو الله احد رو میخوان. این هم حدیث در بخاری است. وقتی از او پرسیده میشود که چرا تو در همیشه یک تا سوره میخوانی و یعنی در یک رکعت بعد از سوره فاتحه هم سوره قل هو الله احد میخوانی، سوره اخلاص میخوانی با سوره دیگر، او در این وقت میگوید که من الله رو دوست میدارم و میخواهم که همین سوره رو همیشه بخوانم. که پیامبر میگن این محبتی که تو به الله داری و این سوره رو میخوانی تو رو داخل جنت میگرداند. یعنی فضیلت ها درباره سوره اخلاص خیلی زیاد است. خواندنش 10 بار خواندن و او قصبی نشدن و بعض مغفرت گناه شدن. علل خصوص این که وقتی که شما به خاطر این که در اینجا صفت الله هست و این چونین دعا کردن با همین صفت الله، یا صمد و بی‌نیاز، یعنی الله الصمد که نیاز نداری به کسی و ما به تو نیاز داریم، پروردگار نیازهای ما رو برآورده کن، با این صفت الله دعا کردن هم انشاءالله اجابت دعا هست. یعنی سوره قل هو الله احد به گفتن سوره خیلی کوتاه است، الکی کودکایم از یاد میدانند، اما فضیلتش خیلی بالا هست. و بدانید که در این سوره شما صفات‌های پروردگار هست که در دیگر سوره ها نیست. برای همین پیامبر چی گفتن؟ 3/1 قرآن است که درباره صفات‌های الله می رود. و همینجا خواهران عزیز ببینید اگر وقتی درباره الله میپرسن که خدای تو چگونه است، اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم الله من در بالای عرش اینگونه نشسته است یا راست ایستاده است، یا دست الله من اینگونه هست، الله من یکون چیز دیگر درباره صفات‌های ذاتی الله صحبت نمی‌کنند. فقط الله به پیامبر تنها بودنش را، بی نیاز بودنش را، از کسی تولد نشده و اصلا صاحب فرزند نبودنش را و هیچ چیز به او مثال نشدنش، یعنی یگان چیز به او نه برابر است و نه مثیل است و یگان چیز مثل او نبودن را میگوید. یعنی با همین باور کنید وقتی که مثلا الله چگونه است میگوییم، همین سوره برای ما کافی است. که وقتی مشرکین پرسیدند پیامبر این سوره را خواندند، دیگر آنها زبانشان بسته بود که
ببخشید بعضی از مسلمان های ما تا حد ایمان ضعیف دارن که نه باز پرسیدن میگیرن این خیلش چه خیل باشد، عقلتون نمیگیرد. الله همین گونه خود را به تو شناس کرد با صفتهایش، تو هم به همین ایمان آور و کفایه کن. از این زیاد درباره الله چه خیلی پیشتر در درس عقیده گفتیم، چقدر فکر کردن و باز کافته رفتن که عقل انسان نمیگیرد، انسان را به گمراهی میبرد. این بود سوره اخلاص و میرسیم به سوره مسد. درباره سوره تبت هم میگن، آره سوره تبت یا سوره مسد که هر دویش هم در کتاب ها هم بعضیش بستن، در تفسیر قرطبی سوره تبت گفته آوردگی هستن. درباره سبب نازل شدن این سوره، خواهران عزیز، سبب نازل شدن سوره ها را دانید، فهمیدن معنایش هم برایتان آسان تر می شود. حدیث در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هم هست که وقتی با پیامبر آیتی سوره شورا آیت 214 نازل می شود که و انذر عشیرتک الاقربین، تو خیش و تبار نزدیکت را بیترسان از جهنم، یعنی خیش و تبارت را دعوت بکن، آشکارا آنها را اکنون به الله شناسی و به ایمان و به اسلام دعوت بکن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شروع میکنند به دعوت و در آن وقت بالای بلندی میبرایند، بالای کوه صفا، در آن وقت کوه بود مثل امروزه اطرافش بنا نبود، بالای صفا میبرایند و با تمام صدا خیش و تبارشان را ای فرزندان عبدالمناف، ای فرزندان عبدالمطلب، یعنی عمک و عمه های خود را صدا میزنند که همه بیاید اینجا. خیش و تبارشان را از بلندی، یکمین بار بود که پیامبر با تمام صدا در بالای کوه خیش و تبار خود را صدا میزنند. وقتی خیش و تبار می آیند که ابو لهب، یعنی اونه که در بارش همین آیت نازل شده است، این هم که بود فرزند عبدالمناف یا گفته از عمکان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. این عبدالمطلب ببخشید ابو لهب هم در آنجا می آید برابر همه و پیامبر میگویند اگر به شمایان من الان بگویم که پشت این کوه، پشت صفا دارد یک لشکری بزرگ می آید، شما باور میکنید؟ همه میگویند آره محمد ما به تو باور میکنیم، از این پیش تو اصلا گپی دروغ نزده بودی. علل خصوص این گونه در بالای کوه. و خواهران عزیز، یکی از چیزهای عجیب ترین این است که مردمی جاهلیت اگرچه بت پرست بودن از دروغ خیلی نفرت داشتن. برای همین در صحیح بخاری آمده است که ابو سفیان اگرچه بعداً اسلام آورد و الله قبول کند، میگوید من اینکه مردم مرا دروغ چی گویند از آن ترسیدم و در نزد هرقل، یعنی پادشاهی روم، گپی دروغ درباره محمد نزدم، وگرنه گپی دروغ زدن میتوانستم. یعنی از نام دروغگوی را برداشتن. حتی مردان جاهلیتی که بت پرست بودن میترسیدن، یعنی اینقدر برایشان ننگ بود و سبحان الله یک شرف و عزت و مردانگی یا گفتیم شهامت در آنها بود، اگرچه بت پرست بودن که دروغگویی برای آنها ننگ بود. و ابو سفیانی که مسلمان نبود و آن وقت دشمن اشدی پیامبر بود، میگن من از ترس اینکه این یک چند نفر مرا گپ دروغ زنم، دروغم آشکار میشود و با نام دروغگویی مشهور میشوم، هیچ گپ دروغ درباره محمد نزدم و همه چیزهای راست رو گفتم. سبحان الله. یعنی در یادم هست در درس یکی از استادها بودیم در قاهره که میگفتن یعنی بعضی از مردهای زمان جاهلیت اخلاقشان و ایستادگیشان در راستگویی و مردانگی از بعضی مسلمان‌های حاضر بالاتر است که از دروغ اینقدر آنها شرم داشتن. و پیامبر هم که با راستگویی مشهور بودن، وقتی پیامبر میگن اگر من لشکر دارد هجوم میکند گویم باور میکنین؟ میگن آره ما باور میکنیم، تو که از این پیش دروغ نگفته بودی. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من شمایان را بیم میدهم، یعنی شمایان را آگاه میکنم از عذابی سختی که در آینده هست، یعنی اگر ایمان نآوردید شمایان را عذاب انتظار است. برای همین من شما را صدا کردم. پس بدانید مادامی که شمایان میگویید که ما از تو دروغ نشنیدیم، سخنت رو باور داریم، پس بدانید که من ترساننده بیم دهنده از طرفی الله هستم و شمایان را از عذابی که در آینده هست، در
پس از مرگ و دوزخ و عذابی که برای کافران است شمایان را از آن بیم میدهم، آگاه میکنم، میترسانم. وقتی همین رو میگویند ابولهب از دیگر همه خاموش میشوند. یک لحظه همه خاموش میشوند، کسی چیزی نمیگوید. یگانه این بدبخت ابولهب داد میزند که تبا لک، یعنی هلاک گردی، مرگ بر تو، نابود گردی، برای همین ما رو صدا کردی. تبت یده یا تبا لک معنیش هلاک بشوی، بمیری، با همین معنی. برای همین ما رو صدا کردی گویان داد میزند. وقتی که او همین گونه میگوید الله این سوره رو نازل میکند که نه محمد تو هلاک نمیشوی. تبت یده ابی لهب و تب، هلاک باد دستان ابولهب یا خودی ابولهب، که دستان گفته بعضا خودی انسان رو هم در لغت عربی در نظر دارد و هلاک هم میشود. سبحان الله. الله هم اینجا دعای بد میکند و هم چی میکند، هم ببخشید، هم الله خبر میدهد از اینکه این ابولهب به نزدیکی هلاک میشود، مسلمان نشده. هم دعای بد اینجا هست که هلاک باد همین خودی ابولهب و هلاک میگردد و هلاک شد یا هلاک میگردد. پس اینجا خواهران عزیز، یکی از دشمنان آشکارایی که پیامبر هر جا میرفتند و دعوت میکردند، این از پس پیامبر میرفت و میگفت این دروغگو هست، به این باور نکنید، این جیان من است یا برادرزاده من است. همین ابولهب بود. پس نباید وقتی در دنیا یگان خویش و تبار داریم که دشمنی با دین دارن، دشمنی با سطر ما دارن، دشمنی با درسخانه ما دارن، دشمنی عموما با رویش دینی ما دارن، نباید به این چیز اینقدر غمگین شویم که چرا خویش و تبار من است و این گونه است. آخرین پیامبر صلی الله علیه و سلم با پیامبری همین گونه عمکی داشتن که مسلمان نشدنش یک طرف بر علا دشمنی میکرد. هر جای رفته پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن من پیامبری الله هم از الله بترسید. او از قفای پیامبر میرفت و میگفت به این باور نکنید، این یک کذاب است، این یک دروغگو هست، این چی است، جیانی من است، من این رو میشناسم. یعنی بر علا پیامبر را تهمت میکرد. و وقتی که پیامبر همین سوره نازل می شود که این سوره رو پیامبر به مسلمان ها میگویند که از دوامش رو هم میخونیم، هلاک باد ابولهب و هلاک میگردد. زن ابولهب ام جمیل است، مشهور نامش عربه هست. و زن ابولهب سنگ کلان رو گرفته میآید که تو شوهر مرا مسخره کردی، من با این سنگ تو رو میزنم. و پیامبر با همراهی ابوبکر بودند، اما به پیامبر نزدیک می شود لیکن پیامبر را دیده نمی تواند. اینها در نزد کعبه هر دو نشسته بودند، پیامبر همراه ابوبکر، و ابوبکر به نزد ابوبکر آمده میگوید ابوبکر دوستت در کجا هست؟ شنیدم که درباره من و شوهرم، چون در پایانش غیر از ابولهب زنش هم هست، چی افسانه میگفته است یا گفتیم سورش را میخوانده است، من او را میخوام با این سنگ ها بزنم. پیامبر در نزدش بود، در نزد ابوبکر بودن. ابوبکر بعدا میگن شما رو ندید؟ میگن نه، الله چشمان او را کور کرد. یعنی الله اگر بخواهد چشم همه دشمن ها کور میشود. و خودی همین ابولهب را الله چی گفت اینجا؟ این خودش هلاک باد و هلاک میگردد که انشاءالله درباره مرگش کمی بعد میخوانیم. این چون ابولهب خورا نام اصلی خودش عبدالعزا هست و او پسر عبدالمطلب است. یعنی عبدالمطلب بابای پیامبر هستند، برادر عبدالله، سبحان الله، یعنی عمکی پیامبر صلی الله علیه و سلم. زنش باشد اورا هست که در یکی از کتاب ها اروه هم خواندگی بودم که این خواهر ابو سفیانه که بعداً مسلمان می شود. و اینها هر دو چی بودن؟ دشمنی اشدی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. و چرا الله در همین جا عبدالعزا را، نام خودش که عبدالعزا هست، ابولهب گفت؟ در تفسیرش آمده است که برای آنکه او با ابولهب مشهور بود، از اینکه رخساره های خیلی سرخ داشت، چهرهش خیلی سرخ بود، او رو همه ابولهب میگفتن. یعنی پدری آتش، همیشه آتش گرفته ایستاده. خیلی که در ما یگان نفر رو سرخک میگوین، صبح سرخک میگوین، همین گونه در عرب ها هم
یعنی همیشه چهره های آتشین دارد. گویان ابو لهب میگفتند که معنای لهب شعله آتش است. در معنای دیگر آمده است که نه، از این که این انسان با این گناه و با این کفر و شرک و دشمنیش به پیامبر به نزدیکی آتش جهنم می شود و اینقدر در جهنم می سوزد که پدر جهنم می شود، یعنی به یک چیز از حد آمیخته شده پدر آن می شود. او را چه گفت الله؟ پدر جهنم یا پدر آتشی که تو دیگر در آتش می سوزی. و او با همین ابو لهب مشهور بود هم کم نیست. در دوامش الله میگوید ما اغنى عنه ماله و ما کسب. با او اصلا کمک نکرد نه مالش نه فرزندانش. کسب را دو معنا دادگی هستند. یک معنایش این است که فرزندانش، فرزند تو از کسب تو هست. دیگرش این است که کسب و کار یا مقام و مرتبت که ابو لهب لعین در بین مشرکین یک آبرو هم داشت، خیلی که خودی ابو طالب آبرو داشتن، این هم آدمی بی آبرو نبود. و الله میگه به ابو لهب نه مالش و نه آبرویش کمک کرد. همینجا خواهران عزیز، اگرچه در تفسیر گفته شده است که این به آخرت رابطه دارد، برای اینکه ابو لهب میگفت اگر همین جیان من یا پسر برادر من گفتش راست باشد، من با این پول زیاده که دارم و با این همه، چون ثروتمند بود انسانی، با این همه پول زیاده که دارم و با این فرزندانی برومندی که دارم، من دوزخ را از دوزخ نجات می شوم و جنت را می خرم. همین گونه مسخره میکرد. و الله میگه نه، به تو نه مالت کمک میکند در آن روز نه فرزندانت. تو سیصل نارا ذات لهب، داخلی آتش میشوی که صاحب شعله ها هست. اما این به دنیا هم رابطه دارد، برای اون که در کتاب های سیره ابن هشام هم اومده است. خواهران عزیز، وقتی نگاه میکنیم ابو لهب بعد از جنگ بدر به بیماری پوست وزمین گرفتار می شود. به تمام بدنش یک نمود یره می براید، یعنی یک زخمی که خیلی بوی بد داشت و عرب ها از وی خیلی نفرت داشتن. می گفتن این زخم گذرنده هست. به تمام بدنش از همان زخم می برارد که هم خیلی بوی بد داشت، هم خیلی نفرت آور بود که همین از وی کسلی نجات یافته نمی تواند. خودی فرزندان ابو لهب حتی میترسن که به اون نزدیکی کنند و میگن وقتی میمیرد به یک بلندیه میبرند در مکه و به زیر دیوار مونده، دیوار رو بالایش چپگردان میکنند. یعنی حتی گور نمیکنند و چیکار میکنند؟ بالایش دیوار رو چپگردان میکنند که کسلیش به ما نرسد و به او فقط آب میزنند. یعنی نمیشویند، اگر چه شستن در آنها در آن وقت بود شستنی مرده. یعنی همین آیت، همین روز خلاصه گیری خودم هم کردم که وقتی تو اینقدر دشمنی با دین الله داری، دشمنی با پیامبر الله داری، بر علا داری دین رو مسخره میکنی، دشمنیت رو آشکار میکنی، در همین دنیا هم نه فرزندانت به تو کمک میکند نه پول مالت. پیش از مرگت به عذاب گرفتار شده میروی که مثل همین ابو لهب است. ابو لهب با اینکه میگفت من خیلی فرزندان زیاد دارم، عدد فرزندانش رو در کتاب گفتگی نیست، اما فرزندان زیاد داشت و این چونین من مال زیاد دارم، و در همین دنیا هم فرزندانش حتی فرزندانش حذر کردند که این رو بشویند و کفن کنند و گور کنند. اگرچه در عرف جاهلیت این چیز بود، نه، فقط بردند و چیکار کردند؟ به یک دور ماندند و بالایش دیواره را چپگردان کردند که کسلی این به ما نگذرد. و اینجا چی میگن؟ نه در دنیا نه در آخرت. سیصل نارا ذات لهب، به نزدیکی ابو لهب داخلی آتش می شود که آتش خیلی شعله‌ور است. خیلی که در حدیث آمده است اینقدر شعله آتش جهنم بالا هست، میلیارد درجه از آتش دنیوی هست که به زیر پایت کمی برسد معینه سری تو می جوشد. در دوامش میگه و امرأته حمالة الحطب، یعنی الله خبر میدهد که این ابو لهب ایمان نمی آورد، این به نزدیکی داخل جهنم می شود و در آنجا می سوزد که در حقیقت ابو لهب ایمان نآورده می میرد. و الله میگه و زنش هم داخل جهنم می شود که حمالة الحطب هست.
هیزمکش است. درباره حمالة الحطب چگونه هیزمکش است؟ اکثریت قولها خواهران عزیز این است که او خبرکش است. از این به این خبر میبرد، از آن به آن خبر میبرد و مردم را بین هم جنگ میاندازد. در عرب ها میگویند یک نفری خبرکش را میگفتن هیزمکش. در ما چی میگن؟ در تاجیک ها بوز. در تاجیک ها کلمه بوز برای خبرکش ها استفاده می شود. خیر نه؟ یک خبرکش علل خصوص خبرکش هایی که مسلمان ها را به دست یک چند ظالم می سپارد میگن بوزی کردی میگوین. اینا همین گونه اصطلاح بود در عرب ها که خبرکش را چی میگفتن؟ هیزمکش. مثل ما به حیوان مانند نمیکردن، لیکن من نمیدونم رابطه خبرکشی به بوز چی باشد. اینها میگن هیزمکش میگفتن برای آن که این گویا که بین دو نفر هیزم میماند و آتش میزند و دو نفر را میسوزاند. خبرکشی کرده، به همین علاقه دارد هیزمکشی به خبرکشی که گویا که چی میکند؟ بین دو نفر آتش جنگ میافکند. و میگن زنی همین ابولهب در یک معنایش خیلی خبرکش و جنگ انداز بود. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ لا یدخل الجنه نمام. خبرکش اصلا داخل جهنم نمی شود. و یکی از علما ابن سیفی بود خطا نکنم که به فرزندش میگوید بدانید که خبرکشی آتش سوزان است. یک خبرکش در یک مدت کوتاه فتنه را می اندازد که یک جادوگر در یک ماه نمی تواند. یک خبرکش با یک خبرکشیش آنچنان بین دو نفر جنگ را می اندازد، آنچنان دو نفر را به همدیگر زید میکناند که یک جادوگر ماها برای این کار میکند. یعنی خبرکش ها خطرشون خیلی بزرگن. برای همین وقتی یک نفر خبر آورد، یک بار این دوستی نزدیکی من گویان خبرش رو نباید باور کنیم. خواهران عزیز، کسی که به شما خبر میکشاند، خواه از دیگر دوستتان، خواه از خویش و تبار خودتان، خواه از خویش و تبار عائله شوهرتان، او برای دوستی این خبر را نمی آورد. انسان دوست به شما خبرکشی نمی کند. باید بدونیم که مقصد چی. خیر فلانی تو را این گونه گفت، مقصد چی؟ دوامش چی؟ تو چی میخوایی با این گفتن؟ تو میخوای من شکسته شوم، غمگین شوم، بروم با او بجنگم؟ یعنی مقصد تو چی؟ خود خبرکش ها خیلی مقصد پلیدش ها معلوم است. یک نفر وقتی خبر میکشد مقصدش چی هست؟ یک بار باید بدونیم. از همه مشکلی کلان ما در سوره حجرات هم گفته بودیم که چی است؟ اینجا اکن فاسقون بنبأ فتبینوا میگوید الله. فاسق خبری آورد، اول شما اون خبر رو تثبیت کنید که این راست میگوید یا دروغ میگوید، با کدام معنا میگوید. مشکلی ما این است که یک خبرکشی که حتی خودمون میشناسیم که فلانی کارش خبرکشی است، با گفته مردمی چی است؟ کارش بوزی هست، باز هم گپی او رو میگیریم و دیگر با یک دوست نزدیکمون، حتی با خویش و تبارمون، با دل و جگرمون میجنگیم. با کی باور کرده و با کی میجنگی؟ با کی باور میکنیم و با کی میجنگیم؟ با این خیلی باید دقت کرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ من شر الناس ذو الوجهین الذی یأتی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. حدیث در بخاری است، میگن از بدترین مردم ها انسان های درویه هستند. نزد این طرف با چهره دیگر می روند، نزد این طرف با چهره دیگر. به هر دو طرف خود را گرم و شیرین و دوست نشان می دهند، مقصدشان هر دو طرف را با هم دشمنی کردن. پیامبر میگن اینها از بدترین انسان ها هستند که درویه هستند، و این گروه با این چهره، با اون گروه با اون چهره، و میگن روز قیامت اینها چهره ندارند، اینها شرمنده هستند در نزد پروردگار. این گونه انسان هایی که چی میکنن؟ با این خبرکشیشون، با این درویگیشون بین انسان ها میبرند. در حدیث بخاری هم آمدگی بود که آنهایی که با خبرکشی و با رفتارهایشان بین نزدیکان، بین دوستان، بین خویشاوندان جنگ و جدال می اندازند، پیامبر میگن اینها دینشان تراشیده شده است. دین ندارند اینها. آنه که مقصدش دو نفر را با هم جنگانیدن است، علل خصوص دو دوست را، دو خویش و تبار را، دو زن شوهر را، خواهر و برادر را، فرزند و مادر را، اینها حتی دین ندارد این انسان. یعنی همین قدر چه است؟ از الله دور است. و میگن اینجا وقتی که الله گفت و امرأته حمالة الحطب، و زنی او چه است؟ خبرکش است. یک معنیش این بود که این بدبخت، یعنی همین
جمیل قبیح میگن بعضی تابعین، این خبرکش بود. در معنای دیگر این است که نه، این زن اگرچه خیلی ثروتمند بود اما از بخیلی کارش هیزم کشی بود. یعنی بعضی ثروتمندها رو دیدید خودشون ثروتمند هستن، پول و مال همه چیز دارن، باز فقط کارهای پست میکنن. یک کمی دیگر درآمد شود، در آنها آثار نعمت الله هیچ دیده نمی شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن الله دوست می‌دارد اثر نعمتش رو در تو بدهد. و تو ثروت زیاد داد، خودت رو اینقدر غم بغل و بیچاره و محتاج به مردم نشان نده، با لباس‌های دریده و با شکم گرسنه. این جمیل زنی همین ابی لهب اگرچه بای ثروتمند بود، همیشه خار و هیزم میکشان مثل بیچاره ها. یک تفسیرش این است. برای همین هیزم کش میگن. معنای دیگرش این است که مخصوص همین زن مخصوص به خاطر اذیت دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم و اذیت دادن صحابگان پیامبر به خورچینی میبرآمد که هر کجای خور بینم که بتواند پنهانی آشکارا به پای پیامبر یا که به مسلمان ها ضرر برسد، او جمع میکرد با یک ریسمان و می آورد و به پایی که میپرتافت به راه پیامبر میپرتافت و به راه مسلمان ها میپرتافت، تا اینکه روز با همین ریسمانی که با خودش به پشتش گرفته خور می آورد در بالای سنگ می نشیند و یکی به خبر ریسمان به عقب می رود با همون هزیم و خودش رو همون ریسمانش باقی می کند و می میرد. یعنی حلقاویز می شود با همون ریسمانی که با اون چیکار میکرد، دیگران رو اذیت میکرد. و قصه زن ابولهب خواهران عزیز اگرچه سوره خیلی کوتاه هست اما خیلی عبرت های زیاد دارد. نگاه کنید، با چی چیز دیگران رو اذیت میدادی با همان میمیری. سبحان الله. ریسمان داشت در دست یا گفتیم ارغمچین داشت که خار میکشان که تا با آن خار پیامبر رو کمترین اذیتش بودین که دیگر وی باره میخواست با سنگ زده بکشد، پیامبر و صحابگان یا مسلمانان آن زبان رو اذیت دهی، خودت با آن باقی میشوی میروی. برای همین این یعنی که از قانونهای حکیم و عادلانه پروردگار است که تهمت کرده خواه ناخواه تهمت به سرت می آید. به چیز کسی رو اذیت دادی همون اذیت به سرت می آید. کسی رو از کسی جدا کردی تو رو هم جدا می کنن. این روزی که به دیگران نشان دادی به سر تو هم می آید و به هر کارت باید فکر کنان کنی. بالای سر کسی بر علا ظلمن برای ضرر رسانیدن بلای آوردی بلا می آید. کم نیستن تهمت کرده هایی که خودشون حتما تهمت شدن، چگونه که در حدیث آمدگی هست عیب کسی رو گفتی که عیب تو فاش می شود و شرمنده می گردی اگرچه از خانه نه برای هم. کم نیستن کسایی که به دختری همسایه دست درازی کردند و به زنی آنها دیگران دست درازی کرد. کسی رو تهمت کردند و خودشون تهمت شدند و دیگران ظلم کردند و به 1001 درد گرفتار شدند. عیناً همین گونه این بدبخت جهنمی هم چی می شود؟ با همان ریسمانی که اذیت میکرد خودش باقی می شود و می میرد. فی جیدها حبل من مسد. الله میگه صفتش این است که در گردن او ریسمانی هست از لیف خرما که در دیگر روایت اومده است که ریسمان جهنمی هست. یعنی همون ریسمانی که در گردنت بود و با اون خور میکشاندی و دیگر در جهنم هم تو با ریسمانت شناخته میشوی. جمیل در جهنم هم ریسمانی آتشین در گردن تو هست، چگونه که در چی هست در دنیا هست. پس خواهران عزیز، هر دو این دشمن الله که یکی ینگه میگویم ما آره با زبان مردمی زنی عمکی پیامبر جمیل، دیگر این ابولهب که سبحان الله از خون پیامبر است، برادری پدر پیامبر است، دشمنهای اشدی پیامبر بود هر دو، اما جزایشان را آشکارا الله در دنیا داد. مرگ هر دو هم مرگی هست که ننگ است، شرمندگی هست، هیچ چیز به اینها کمک نکرد و الله از این هم خبر داد که این کم نیست برای شما، این برای شما کم نیست و در آخرت هم شما در جهنم می سوزید همان گونه که در دنیا با آن شرمندگی رفتید. پس خلاصه بگیریم خواهران عزیز، اصلا گمان نکند
آنهایی که دشمنی با رسول الله دارد، با احادیث رسول الله دارد، با قانونهای رسول الله دارد، با قانونهای الله دارد، در این دنیا همین گونه عادی با همان کیف و صفایی که دارد، با همان دهانی پر از کفر و فسادی که دارد، آرام با همان مال و ثروت میمیرد. حتما در همین دنیا هم جزای فرعون چگونه بود و جزای ابو لهب و ابو جهل چگونه بود، او هم همون جزا را میبیند در دنیا هم. باز عذاب آخرت اشد و ابقا، زیادتر است و باقی مانده تر است. این بود تفسیر سوره مسد. بعد از این میرسیم به سوره اذا جاء نصر الله و الفتح و قل یا ایها الکافرون که میخواستم بگیرم همراهتان ولی گمان میکنم زیادی میکند بماند برای بعد. حالا میتوانید سوال ها را بگیریم.